1 2 3 رو گفتم دیدم همه اینجوری، یه نفر اینجوری جان خودم 3 فعل فاعل. نه آقای چمنی شما رو خیلی دوست داره. اصلا یک علاقه خاصی بین آقای داری آقای چمنی. چرا؟ چجوری ماجراش؟ مثلا دید با جارو نمیتونه منو بندازه، این قفل در رو باز کرد اینجوری در میچرخون، میگفت بیا پایین. من اون بالا مثل ژله داشتم تکون میخوردم، میگفت بابا الان میام پایین دیگه ما رو نندازی. دست پامو گفتن آقا این شما و این کلاس، مثلا برو با بچه‌ها بازی کن. مثلا دبیر عربی و بازی چیه، مثلا اوتلو به ما دادن یک چند تا نسل، بیا برو باشون بازی کن. با اینا بازی کنیم، با بچه‌ها بازی کنیم. سلام علیکم، ارادتمندم. با یک برنامه متفاوت دیگه در خدمتتون هستیم در هفتمین شب از جشن باستانی نوروز، تاکشوی ویژه نوروز کانال فان ایران، شهریار ایران. یک مهمون جیگر داریم امشب، یک استاد متفاوت، یک استاد دوست داشتنی و محبوب، استادی که حضورش حتی گاهی فراتر از یک استاد به عنوان یک مربی در خیلی از برنامه‌های فرهنگی و تربیتی مدرسه در کنار تیم فرهنگی و کارگردان فرهنگی که بنده افتخار داشتم دوستان در خدمت دوستان باشم بوده با هست و واقعا همنشینی باهاش، کف زدن باهاش یک انرژی خاصی به آدم میده. خیلی خوش اومدین آقای امیرحسین دارایی عزیز، دبیر مهربون و پایه‌کار درس شیرین عربی. این شیرین عربی داستان داره، تو سوالان بچه‌ها پرسیدن، حالا بهت میگم. آره خیلی خوش اومدین، مرسی که دعوت منو پذیرفتید. امیدوارم که این مصاحبه توپ داشته باشیم. یه سلام و حال احوال پرسی و یک در واقع حالا تبریک اگه میخوای بگی برای سال نو به بچه‌ها داشته باش و بینندگان و خانواده‌های گران قدری که دارن ما رو میبینن. بریم برگردیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام خدمت همه عزیزای دلم. امیرحسین دارایی هستم، کوچیک همه دوستان، و ممنون از آقا سید بزرگوار که دعوت کردن و ما باعث افتخارمونه که بیایم و کنار ایشون بتونیم با هم دیگه تا حدودی ایام خوشی و ثانیه‌های خوشی رو کنار هم دیگه برای بچه‌ها رقم بزنیم. ما در خدمت عزیز دلیم. بریم یک لوگو موشن کوچولو ببینیم، برگردیم. اولین مدرسه هیبریدی ایران، مدرسه‌ای برای همه استعدادهای ایران. خب در خدمت آقای دارایی عزیز هستیم. امیدوارم که ایام به کام باشه، لبتون خندون باشه، طاعات و عباداتتون هم در این ایام مبارک رمضان انشاءالله مقبول درگاه الهی افتاده باشه. تا بد اینجا آقای دارایی عزیز یه مقدار بیشتر خودت برام معرفی کن. متولد چه سالی هستی؟ چه شهری؟ اصالتا کجایی هستی؟ تو چه خانواده‌ای؟ چند تا خواهر برادرین؟ چه رشته درس خوندی؟ کدوم مدرسه بودی؟ و الان چه دانشگاهی هستی؟ و چرا عربی؟ آره خیلی مهمه. چرا واقعا؟ یه همه درس. یه استاد جزایی مثل شما مثلا ریاضی اگه بود فکرشو با دارایی دبیر ریاضی میشد. اصلا اوف نگم بابا. ما در خدمت هستیم. مقدار سوالات زیاد شده حقیقتش، من گیج شدم. فقط سوال داری. اول خودتو معرفی کن شناسنامه‌ت، بعد دوباره تکرار کنم چرا عربی. حالا قبل از معرفی یک چیزی رو مخم، حقیقتا من چون عطف زیاد میزنم این از اون رقیق کنندهاش نبود، لک افتاده رو مخم، گفتم بگم ابتدای کار که هر آینه احتمال داره روزه مختلف به دلایل مختلف. ها آره جزئیات نمیشه. خب من امیرحسین دارایی، اصالتا از طرف پدری میشم سمت کرمان و از طرف مادری 2-3 تا نسل قبلتر میرسه به تربت حیدریه، روستای خود تربت نه، روستای سلطان آباد. از طرف پدری هم ما تربتی خیلی خفن داریم. شاید الان صدای منو بشنون، منو ببینن. سلام بهشون اصلا اینجا عرض میکنیم. مسئول محترم انجمن اولیاء مربیان آقای دکتر محبی. یعنی اصلا این مرد بی‌نظیره. خیلی دوست داشتم یکی از میهمانای ما
تو این برنامه آقای محبی باشه. همینجا دعوت میکنم ازتون آقای محبی عزیز، چون شاید این تاک شو بعد از تعطیلات هم چون درخواست‌ها زیاد بود تا همین چند روزی که ما داریم آماده سازیش رو انجام میدیم برنامه عید رو، شاید بعد از عید هم ادامه داشته باشه. همین الان هم دعوت میکنم آقای محبی عزیز یک تا این برنامه مهمان برنامه ما باشید. آقا ایشون یه گروه داره چند هزار نفرن. باریکلا. خب توی فضای مجازی همه تربتی هن. آره یه تربتی رو دور جمع کرده. آره متفاوت میشه، لهجه عوض میشه، استایل، نوع کلام خیلی باصفایی. حالا گفتی تربت، پس اللهم صل علی محمد. دلیل صلوات چیه میدونی؟ حقیقتا من نگاه کنی از سمت مادری تربتی هستم ولی زیاد اون سمتا نمیرم. لهجه‌ش هم بلد نیستی؟ بلد نیم نه. رفتم تهران. من یا شما افغانی و تربتی و اینا من از تفاوتشو نمیدونم. یک چیزی میزنی آره ترکیبی. خب از طرف پدری هم خب 4-5 تا نسل گذشته برمیگرده به سمت کرمان و خود شهر کرمان یا نه شهرهای توابع؟ دقیقشو نمیدونم، فقط یک چیزی که از عموی بزرگترم که یکی مونده و بزرگتره، عمو بزرگتر فوت شده خدا رفتگان شما رو بیامرزه، عموی یکی مونده به اینکه بزرگه باشه، گفتن که حالا سمت کرمان بوده ظاهرا و حالا طایفه عطاالله، ما فقط شنیدیم، حالا اینکه راست باشه نمیدونم فلان باشه. سلامت حالا نرفتی دنبالش ببینین طایفه هنوز هستن نیستن چجوریه؟ حقیقتش نه، یعنی میگم خب هست که هست دیگه، همه ما انسانیم. آره. چون من ایمان خودم به شخصه یکی از آدو جایگاه سادات این رگمونو طایفمونو پیدا کردیم تو پیاده روی، خیلی باحال بود. حتی خودم معرفی کردم، استقبال کردن ازم، اصلا یک داستانی داشتیم. آره حتی یک شب تو موکب ویژه‌ای که مال حالا اون سادات اون جایی که ما اصالتا برمیگردیم اونا بودن، ما اونجا ساکن شدیم، خیلی باحال بود، خیلی خفن بود، حقیقتا برام جالب بود این تجربه. بودم شاید دنبال طایفت رفته باشی با برو خوب. آره بهش فکر میکنم. با چیزایی مواجه میشی واو اینا ما اینجوری بودیم، چه افرادی تو مثلا ایلا طایفه ما بودن. خب دیگه این کلیت کار. چند تا بچه این آقای داره ای؟ عرضم به حضور شما که من یه خواهر بزرگتر دارم و 2 تا خواهر برادر کوچیک‌تر که یکیشون کلاسه. دایی شدی هنوز یا نه؟ دایی قراره انشالله تا 8 ماه آینده دست بزنی 8 ماه دیگه دایی آقای دارایی. دایی خدا بخواد چای داغ دعا کنید که انشالله سالم بچه به دنیا بیاد و انشالله بقیه ایام سلامت باشید، به همین ایام پربرکت. چاقن چرا چاق نیستی شما؟ خب از الان میفکرش باشتی؟ منظورشون چاق معنویه، یعنی نه اصلا هم معنوی نیست، ظاهریه. هر وقت تو عکس قدیمی و نقاشی ما دیدیم دایی چاق بودن. الان من مثلا بگی دایی میخوره تا حدی بهم بله زنگ باید رو رفته قطع میکنی وسط زب دینگ 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 حرف از دایی شد زنگم خورد که دایی پشت داره، دایی پشت دایی رسید. چرا پیام داده بودن چای خاموشی شما حرف میزنی؟ آره نمیذاری ما حرف بزنم. من خواهش میکنم دیدم همه چنقدر انرژی نگرفتم بعد ایام عید و تعطیلات و خلاصه. آره دل به دل راه داره عزیزم، لوله کشی داره اصلا. سلامت باشی. لوله‌اش فقط ترک خورده مثل اینکه. خب من تحصیلاتم خدمت دوستان بگم، یک کلیتی حالا از دوران دبیرستان تا الان بچه‌ای که ما کلاس داشتن میدونن، حالا اونایی که یا اون جلسه غایب بودن یا نبودن خدمتشون بگم من دیپلمه، یعنی حالا از نهم شروع کنم، من علاقه به تربیت بدنی داشتم، میخواستم تربیت بدنی. از سال 9 صحبت هایی که با دوستان کردیم و حالا یک سری صحبت ها و اتفاقاتی افتاد، به ما گفتن آقا بیا برو تجربی، نهایتش اگر نشد حالا اونجا بخون مثلا تربیت بدنی تو دانشگاه. گفتیم باش. حالا علت هم داشت، چون من مثلا هفتم تا مثلا ترم 2 9 هیچی درس نخونده بودم، یعنی عملا مدرسه کسایی سمت بلوار تبرسیه کسایی، اونجا چون درس نمیخوندیم و با حالا رفقا بودیم و حالا میومدیم بالا. آره دیگه زیاد بندش هم نبودیم، مثلا کمک های دوستان نمیدونم. نه اون باز اولیه رو دوباره میگن تقلب، حالا
آره با اینا میومدیم بالا زیاد ادامه شده. یعنی از این با تقلب میومدیم بالا بود قال کنی. آره حتی هواشون دارم حالا بین خودمون باشه. دست داد. نه آقا خدایی دست داد. من اینا رو سانسور کن نگید باز بعدا داستان میشه. گاهی کمک بچه‌ها میکنه که یادشون بده. بلدن میدونن. آره خب بعد دیگه اونجا چون تو 2 هفته آخر حقیقتش من کتاب گام به گامونم از نمیدونم خریدم یا قرض گرفتم یادم نیست، گرفتم خوندم چون امتحانات نهایی بود نمیشد، ریسکش بالا بود، اینا خیلی سفت گرفته بودن مرسان. تو اون 2 هفته خوندیم و معدلم دقیق یادم نیست شد 1930 1950 نمیدونم. بعد بقیه که اینو دیدن آره گفتن آقا تو مثلا میخوره به تجربی، شاید اون بنیه‌شو داشته باشی، اصطلاحاً پتانسیلشو داشته باشی، بیا با به زور خلاصه ما رو از تربیت بدنی هدایت کردن به سمت تجربی 10 11 که باز 10 مرسه عدالتیان بودم سمت فولویج، 11 مرسه صنعت آرمان رفتم، 12 با حالا لینک و ارتباط و اینجور چیزا اومدیم مدرسه شهریار. البته اینم بگم که جناب دکتر صمدی واسطه شدن و همینجا یک تشکر ویژه از ایشون بکنیم، واسطه ما با شهریار ایشون بودن. 12 اومدیم اینجا و خلاصه دیگه چند ماه مونده بود به کنکور. من اون موقع تازه به خودم اومدم آقا اصلا من به دکتر بودن علاقه ای ندارم، یعنی من خون میبینم نمیدونم اونجور چیزا حالم بد میشه، نه بخوام مثلا نمیتونم بعدش غذا بخورم. گفتم حقیقتا این به درد من نمیخوره. و دیگه شما رو از کجا میشناختن؟ ما با دکتر از بچگی ما مؤسسه فرهنگی بودیم به نام رهپویان رضوان. توی اون مؤسسه بعضی از مواقع مثلا دکتر رو دعوت می‌کردن میومد صحبت می‌کرد دیگه. حالا ما از همون موقع با دکتر به قولی ارتباط داشتیم، مثلا ما از کلاس شاید 6م 7م حالا 1-2 سال این ور اونور دکتر رو میشناختیم. الان شما ارتباط داشتیم. چون فکر می‌کنم ارتباط دارید دیگه با این مجموعه. آره ارتباط داریم. برای شما فکر می‌کنم حاشیه شهر داره که نگیم جلو دوربین دیگه. نه اشکال نداره بگو. الان گسترش پیدا کرد به واسطه کمک امثال آقای داره عزیز. شعباتش به حاشیه شهر در واقع رفته برای بچه‌هایی که واقعا نیازمند این فضا هستن. می‌خواست ریا نشه، من ریا رو کردم. و دانش آموزان نخبه فوق‌العاده‌ای داره. من خودم چند باری میهمانشون بودم و واقعا لذت بردم از ارتباط متفاوتی که اون موقع مربیان با آقای داره، ولی آقای داره این ارتباط در حاشیه شهر پیاده میکنه. خب مرکز شهر با حاشیه شهر خیلی متفاوته. این تطبیقه، این ارتباط قشنگه، این که از تایم شخصی بزنی به عشق این که بچه‌هایی که شاید براشون مقدور نیست در فضاهای ناب و تاپی مثل شهریار رشد پیدا بکنن، استعدادیابی بشن، در یک فضای دیگه استعدادیابی بشن و بهشون بها داده بشه، دیده بشن و بیان بالا رشد بکنن. یک بار فکر کنم در شهر ما میزبان تعدادی از بچه‌هاشون بودیم، خیلی ناباحال بودن. آره اصلا بمب انرژی بودن. یه چیز فضای خوبی داره، یعنی آره انرژی که اونجا داره، یعنی شاید به جرئت بگم خیلی از جا نشه پیداش کرد. و من واقعا به خود بچه‌هام برام میگم من از شما انرژی میگیرم. جوری نیست که بخوام خدایی نکرده منت بذارم که آقا من میام بدون تعارف. من بچه‌ها میشناسن آدم روکیم. آقای دارایی مثلا کیه که بخواد برای این قشر کلاس بذاره یا هر چیز دیگه انرژی میگیره. با بچه‌های اونجایی ما اونور پنجشنبه ساعت 4 تا 8 بچه‌ها برنامه دارن. حالا بعضی موقع من در اصل از ساعت 2 دارن، چون ما یک سری الان داریم مربی تربیت میکنیم برای همون نسل. اون مربیاشون از ساعت 2 حالا تا 4 میان از خود همون بچه‌ها و همون محله که انتهای روستای زیرکن هم هست، میشه انتهای مهر مادر. آره انگار شما خواجه ربی رو برید به انتها میرسید به مهر مادر، مهر مادر تا ته برید میرسید به ته مهر مادر. 2 کیلومتر باز خاکی داره، این 2 کیلومتر هم رد کنیم میشه روستای زیرکن که نگین سبز فکر کنم تو نقشه هست. حالا اونجا باعث افتخاره، یعنی واقعا بدون هیچ چیزی افتخاره منه که میرم اونجا و به خود بچه‌هام گفتم آقای دارایی که تا الان به هر جایی رسیده واقعا از همینجا رسیده، به برکت همین چیزها و خب به هر حال خدایی هم هست دیگه، خدا میبینه و زمانی که ببینیم اینجوریه. خب من خاطره بگم از این مجموعه دارایی تابستون بود، رفتیم هوا خیلی گرم، کولرشون خراب شده بود، بعد داشتیم مافیا بازی میکردیم،
خیلی جا اصلا چون من مهمونشون بودم دوست از بچه‌ها از دور منو فوت می‌کردن که یکی هم فضا خنک تاش می‌خوام ببینم چقدر اینا باصفان چقدر ما بودن از دور فوت می‌کردن هوایی که خنک تاش یکی از دور باز می‌زد و وقتی که تایم پذیرایی رسید خیلی جالب بود پذیرایی‌هاشون رو به من تعارف می‌کردن. آره خیلی بچه‌ها خوب. آره رفتم برای من غذا درست کردن آوردن اصلا یک دنیای عجیب غریبی که بعد دوستان مثلا وسیله می‌خواستن رفتن از خونه سریع آوردن. من این همه خوبی رو به ذرس قاطع میتونم بگم در بالا شهر داریگاه اوقات ندیدم یا خیلی کم دیدم. یعنی با اینکه گاهی اوقات دستا خالی یا با اینکه حالا نمیگم دستا خالی توی محله هستیم که مقداری بالاخره شرایط زندگی شاید اون رفاهی که اینجا داره از بعد امکانات شهر اینا نیست روستایی دیگه تقریبا ولی نگاه و این مناعت طبع میگن دیگه چقدر معرفت معرفت چقدر آره بالایی که اینطور برخورد تو بچه‌ها اینجا هم هست حالا از حق نگذاریم ولی اونا یک زمانی هست مثلا طرف نداره از اونا آره مثلا 1000 تومانی داره میاد همون 1000 تومانی رو بهت میده این یعنی کل اون به قولی داراییشو داره بهت میده یه زمانی از طرف مثلا میلیاردر حالا 10000 تومان هم به قولی یک جای میاد اون خب براش شاید زیاد واسه من به شخصه اونقدر ارزش نداره تا اون بچه‌ای که میاد کل مثلا حالا داراییش رو یا هر چیز دیگه به قولی حالا من مثال پولی میزنم نگیم اینجا از بچه‌ها پول بگیریم منظور اون مرام و معرفتشونه اون چیزی که شما میگید مثلا یک بیسکویت داره میاد همون رو مثلا به شما تعارف میکنه با اینکه شاید مثلا اونجا گیرشون نیاد و تا اون باز حالا چرا دارم چیز کنه ما سمت چیزم داریم بچه‌های دیگه‌مون یعنی ما یک گروهی بزرگ شدیم دیگه به نام رضوان تقریبا 4-5 تاشون باز رفتن سمت شترک اون سمت دارن کار میکنن که حالا احتمالاً این ویدیو رو هم نبینن ولی ما از همینجا طبق رسم ادب و یادبود و معرفت بهشون خسته نباشید میگیم خسته نباشید دوستانی که سمت شترک دارن کار میکنن سلامت باشید انشالله یه اینجوری دیگه حالا خلاصه یکم از بحث دور شدیم خب برگردیم پس به این که آره. شما از طریق اون مجموعه با شهریار آشنا شدیم از طریق دکتر به شهریار اومدیم و همون موقع من گفتم که حقیقتا نمیخوره به هم اینجور چیزا و متوجه شدم که چون از کلاس 11 با تجربی که آیا باشم یا نباشم من کلاس 11 یعنی همون به قولی با اون بچهای اون ور سمت شترک سمت حالا قبل شترک بودیم بعدش باز رفتیم سمت همین روستای مهر مادر بودم متوجه شدم یه جورایی که آقا مثلا روحیه هم شاید به تدریس و اینها بخوره و گفتم خب چه کاریه من که تو کاری که آدم علاقه داره بره خیلی هم بهتره هم موفق تره تا کاری که علاقه نداره و صرفا از روی قولی عادت بخوای بهش بری یا روی حرف بقیه دیگه همون سال تغییر انگار کنکور میخواستم چیز کنم ثبت نام کنم کنکور ریاضی ثبت نام کردم کنکور ریاضی ثبت نام کردم از جایی که ریاضیم به شدت ضعیف بود ریاضی رو چون صفر زدم بقیه درس‌ها رو خوب زدم چون ریاضی رو صفر زدم یک رتبه فضایی بهم داد مثلا 9000 10000 عربی اینا همه رو خوب زدم 100 زدم اینا رو رتبه فضایی بهم داد دیگه سال بعد کنکور انسانی دادم یعنی همه رشته‌ها رو تجربه کردم آره و عرضم به حضورتون کل دروسی رو که بچه‌ها توی تقریبا میشه گفتش که 3 سال دیگه با معلم میخونن و من تقریبا توی 6-7 ماه بدون معلم خوندم یعنی فقط رفتم کتابا رو تهیه کردم کتابای تست رو خود سال مطالعه شهریار خیلی لطف داشت توی این قضیه دکتر صمدی به بنده و خب مجموعه شهریار کلا یعنی هر چی که ما به ایشون مثلا خواستیم دریغ نکردن چه از اینکه سال مطالعه رو در اختیار ما بذارن چه از اینکه مشاور هماهنگ کنن خیلی لطف داشتم و واقعا یکی از ارکان اصلی که توی این عرصه باعث شد ما بیایم بالا خب مجموعه شهریار بود حالا باز آی چمنی تو بحث تدریس خیلی بیشتر دیگه لطف داشتن و ما زیر نظر مشاوری که حالا خود مجموعه شهریار معرفی کرده بود کار میکردیم توی تقریبا 6-7 ماه چون اون دوران ما یه مقداری چیز شد به کرونا خورد یک مجموعه فرهنگی بود سمت شهدا دیگه اونجا رفتیم و خیلی اونجا دیگه اذیت شدم یعنی 4 ماه من ساعت 4 صبح بلند می شدم بعد از نماز بکوب آره بیت الثقلین بعضی از بچه‌ها رفتن آره بعضی از بچه‌های پایه رو بردیم تا ساعت 4 صبح که نماز میخوندم فیکس تا خود 12 شب میخوابیدم باز
یعنی انقدر دیگه به قولی این نفس و تربیتش کرده بودیم که مثلا خوابای عجیب غریب و بیت یک مکان وحشتناکی دیدین دیگه اصلا آدم آره قشنگ تربیت میشه. حالا خاطر جالبم بگم ما خواب بودیم ساعت 2 شب اون یک حالا چی گفت فلانی داره دیدیم یک صدای تقی اومد مثلا اینکه آدمی کسی بیافتن فکر کردم دزد حقیقتا. رفتم کلی برقا روشن کردم صندلی‌ها رو این بر زدم که آره این دزده بترسه در مثلا حداقل کار به درگیری نکشه. بعد رفتم نگاه کردم یه گربه خیلی مگولی از اون بالا افتاده منم دیدم اینجوری 30 ثانیه داشت به من نگاه می‌کرد اینکه مثلا چی میگی اینجا خونه ماه مثلا چی می‌خوای از اینجا. یه خلاصه 4 ماه خیلی اذیت شدیم ولی خب خدا رو شکر نتیجهش هم دیدیم دیگه با رتبه توی حالا 6 7 ماه با رتبه 1700 دیگه رشته مشاوره دانشگاه شهید بهشتی مشهد یا دانشگاه فرهنگیان هم آره معروفه قبول شدیم دیگه و رشتم روانشناسیه و مشاوره حالا روانشناسی بیشتر به معروفه و عرضم به حضورتون عربی هم درس میدم یعنی تو هر حوزه‌ای که بگی اصطلاحاً یک دستی بردیم. خب مثلا این درس تو زمینه تفکر سبک زندگی مطالعات اجتماعی حتی مثلا شاید دین و زندگی نزدیکتر باشه یا همون پیام ها تا مثلا عربی. چرا عربی؟ این بچه از عربی صحبت کردن از شما سوال پرسیدن با استیکر انجین آره خب دلایل زیادی داره شاید بعضیش جلوی دوربین نشه گفت از اون سوالای سخته خب ولی کلیت کار این که حقیقتا زبان عربی رو نمیدونم چرا دوست دارم. حالا یک بخشش اینه که چون به حدیث و احادیث و قرآن و اینا زیاد علاقه دارم و دوست دارم که بفهمم چی میگن اینها. یعنی اون ترجمه‌ای که ما میخونیم صرفاً یک قسمت یک نکته از میلیاردها نکته اون قسمت قرآنه ولی زمانی که شما عربی رو تسلط داشته باشی میفهمی آره به این دلیل اینجا برده تو باب تفعیل اینجا باید یه مفعولی باشه اینجا باید به این دلیل برده اینجا همون هم باز 1000 میشه آدم میفهمه ها ولی خب دوست داشتم عمیق‌تر بشم توی این بحث و یک درسی هم بود که خب عموما بچه‌ها ازش بدشون میومد و همچنان هم حالا اونایی که با من ندارن بدشون میاد. یه بحث فلسفی بکنم عربی بزرگی من تو همین ایام قبل از من مبارک ایام شعبانیه یه جای مجلسی دعوت بودم و بعد یه کسی که سخنران بود داشت مستند برای من تعریف می‌کرد برای مخاطبین محدود بودیم تعریف می‌کرد از ویژگی و اعجاز قرآن و اهل بیت. میگفت تمام قرآن در سوره حمد جمع است تمام حمد در بسم الله الرحمن الرحیم تمام بسم الله الرحمن الرحیم در بی بسم الله و تمام بی بسم الله در نقطه بی بسم الله و آن نقطه امیرالمومنین است. بعد این اومد با ادبیات زبان عربی اثبات کرد من کره صحنه پاییز شدم. الان خیلی طول میکشه بخوام بگم ولی میخوام بگم یعنی اصلا وقتی خدا میگه مثلا آقا قرآن اعجاز و چرا به زبان عربی مثلا اومده نه به زبان فارسی زبان انگلیسی فرانسه ایتالیایی یه چیز دیگه شاید دلیلش همین مسئله است. یعنی یک چیزایی داره تو قواعدش که گاهی اوقات حتی فکر می‌کنم احساس می‌کنم با علم اعداد و علمای ماورایی هم میتونه آره اصلا ریزی داشته باشه. یعنی قشنگ شما قرآن رو برعکس بخونی طبق یک سری اصول حتی تبدیل به سم میشه به جایی که شفا باشه گاهی اوقات. یعنی خیلی از اورادی مثلا ما کتابی داریم از شیخ بهایی به نام سرالمستطر نرید بخونید این کتاب سرالمستطر آره یه سری کتاب ممنوعه دوره دانشجویی خیلی میخوندم این کتابا رو دنبالش بودم جالب بود برام. بعد مثلا یه سری چیزا رو میگفت که مثلا این نحسی میاره مثلا بده خواهن اعتقاد نداشتم تا قبل خوندن مثلا وقتی من این آنالیز کردم تحقیق کردم این هم آیه قرآنی که برعکس شده واسطه اضافه یعنی کلمات اینقدر مهمه مثلا خود یک ه رو اگه درست تلفظ نکنی هی جیمی هی دو چشم بشه دنیا معنیش عوض میشه. یعنی مثلا واژه تعداد حتی یک ا خونده بشه اصلا زمین تا آسمون معنا فرق میکنه. فعال اسم مبالغه فعال اسم فاعل یک ا او میشه کل معنای ما به هم میریزه. حتی در کرونا ما کل آموزش ما رو کلا شامل شد فعل و فاعل نه خب آقای دارای عزیز گفتید آقای چمنی تفاوتی که شاید خیلی از بچه‌ها دیده باشن برای آقای دارای در شهریار هست من اینجوری احساس کردم خیلی هم شاید این قضیه رو بخصوص بچه که سال گذشته شب خواب بودن اردوی شب خواب مدرسه
آقای چمنی شما رو خیلی دوست داره. اصلا یک علاقه خاصی بین آقای داری آقای چمنی، چرا چجوری ماجراش، این داستان، این علقه چطور وجود اومده؟ خب ابتدا بگم که آقای چمنی خیلی لطف دارن و واقعا اصلا یک خود آقای چمنی مربی به تمام معناست. آره اصلا در این که ایشون به شدت استاد گلین و استاد خیلی از ماهن، یعنی خود مجموعه شهریار به جرئت میتونم بگم اگر نگیم 100% 99%شون تربیت شده خود استاد چمنی هن. از معلم شما بگیرید تا منتور تا بقیه مؤسسین تا بقیه مؤسسین دقیقاً. یعنی اسدی، آقای قانی، با افتخار هممون میگیم که آقا شاگرد استاد چمنی و تو این مکتب درس خوندیم. خب اینم بهتون بگم، خب آقای چمنی لطف دارن دیگه. حقیقتاً نمیدونم چرا ما انقدر با هم دیگه رفیق شدیم و انقدر حالا حقیقتاً دلیل خاصی نمیدونم براش پیدا کنم. اصلا ایام کنکور این قضیه پیش اومد؟ حالا نمیدونم، جالب نیست حقیقتاً. من و آقای چمنی اخلاقی که داریم شاید از افرادی که یه مقداری خودشیرینی کنن خوشمون نمیاد. مثلا منم همون ابتدا یه مقداری مثلا با چمنی انقدر راحت نبودم، صرفا یک سلام علیکم مثلا خشک عادی بود دیگه، کم کم مثلا این ارتباط شکل گرفت. قرآن مخالف اینن دین دیدین دیدین. آره و خب حقیقتا من خودم با اینکه حالا با این قضیه مخالفم ولی ادب رو جدا میدونم از این قضیه. یعنی خب آقا شما به یک شخص باید به قولی احترامش رو نگه داری، حالا اینکه اون شخص مقابل اون رو به اون برداره یا نه این قضیهش فرق میکنه، اون به شخص مقابل برمیاد. من حس میکنم این قضیه رو شاید آقای چمنی خیلی قشنگ فهمید که خیلی از جاها که ما احترام میذاریم مثلا به ایشون که وظیفمون هم هست یا به اشخاص دیگه متوجه شدن که آقا اون چارچوبه رو سعی میکنیم رعایت کنیم. چون خیلی حالا از دوستان، حالا غیر از استاد چمنی عزیز و بزرگوار شهریار، ما یک سفر کربلا هم رفتیم، مثلا دوستان دیگه گفتن شما خیلی مثلا دقیقی روی این که با بزرگترت مثلا چه حرفی بزنی خیلی رعایت میکنی، تا زمانی هم که صمیمی نشدی گفتم مثلا خیلی از چیزا رو رعایت میکنی و اسم میکنم همین بوده. یعنی خیلی از مواقع چمنی مثلا من حتی 12 بودم، نه معلم بودم نه کادر بودم، هیچی، صرفا یه دانش آموز. یادم به من گفتن امیرحسین جان اگر مشکلی داخل مجموعه میبینی حتما بیا به شخص خودم بگو. چرا این حرفو بهت میزنم؟ چون حد خودت رو میدونی. دقیقاً این جملهشون یادم، چون حد خودت رو میدونی و جنبه داری. حالا ایشون لطف دارن قطعا، شاید اونجوری که ایشون میگن ما نباشیم، ولی حس میکنم شاید این که حالا دست مادرم رو ببوسم تا حدودی تونسته ما رو تربیت کنه به این شکل که حد و حدود خودمون رو جلو بزرگتر بدونیم، کار قشنگی. و یک جمله هم از استاد هورایی، ما از بچگی این مؤسسه رضوان که بودیم ما رو بردن تو سخنرانیشون، قشنگ بود، جمله قشنگ. یعنی کل این جمع کل این صحبت رو بخوایم یک جمله خوبم ازش در بیاریم، ایشون میگن کل شیء محتاج و عقل، کل عقل محتاج و ادب. یعنی هر چیزی که میخوای به دست بیاری باید عقل داشته باشی، فکرشو داشته باشی و همون عقلیو که داری اگر ادب نداشته باشی به هیچ دردی نمیخوره و به هیچ جایی نمیتونی برسی. و کلا ادب چیز قشنگیه. من تو بچهای خودم هم خیلی تاکید میکنم آقا ادب داشته باش، نه به این معنا که 4 دست اونجوری دست به سینه بیا جلوی من بشین هیچی نگو، نه موقع درسو گوش کن، موقع شوخی کن، موقعی که داریم نمیدونم به قولی جدی صحبت میکنیم جدی باش. همه اینا یعنی به جای خودش این میشه ادب، یعنی آداب اون لحظه و اون مکان رو بتونیم رعایت کنیم و حس کنم این خیلی بهم کمک کرد. خیلی خوب، ممنون. چه جمله قشنگی بود از استاد هورایی عزیز. انشالله که همیشه سلامت باشن. واقعا یکی از گنجینه‌های شهر ما هستن، خصوصا در حوزه روانشناختی و مشاوره. گفتید مادر، انشالله که خدا مادرتون رو حفظ کنه براتون. مادر و پدر شغلشون رو، حرفشون رو نگفتید. پدر شغلشون چیه؟ مادر خانه دارن و پدر هم شغلشون حالا مشاور املاکن ایشون دیگه. بس بچه ما یکی از میمانان آقای گیفانی هستن، ایشون بچه پولداره، ایشون هم بچه پولدار شغل دو پیدا شد. من املاکی همش تو کار بساز بفروش و دیگه سر انداخت پایین دیگه ادامه نمیده. ای بابا. حالا این رو که شما فرمودید حقیقتش من از کلاس 5 همینو میگن دستم تو جیب خودم بوده. اینو می‌خواستی بگی؟ دیدین زدم تو خال. خیر آیه داره جان، بریم سراغ یک سوال دیگه. اگر شما بخواید یک خاطره ناب از دوران نوجوانی تعریف بکنید
اون خاطره چیه؟ خاطره ناب از دوران نوجوانی سوال بازم سختیه. باید یکم بهش فکر کنم که چه خاطره ای. یه چیز خیلی خفن و خاص. خفن خواست مثلا مثال میتونی بزنی من تو ذهنم. بریم عکسای کوچیک آقای داره رو ببینیم با هم دیگه، مقدار سر حال بیایم تا آقای داره به این قضیه فکر میکنه. یه خاطره درجه یک خلاص ازش بکشیم بیرون، بعد بتونین از این قضیه استفاده کنین سر کلاس برنامه. بریم بیایم. شبا که آسمون میشه ستاره بارون، روزا که خورشید میکنه افق و گل رو. شبا که آسمون میشه ستاره بارون، روزا که خورشید میکنه افق. دیدین عکس‌ها رو؟ خودی اونی که با لباس نیرو دریایی بودی خیلی جیگر بود اصلا نگم برام. اصلا از اول همجوری مخزن بوده. حالا میرسیم سر قضیه مخزن. خب خاطره کودکی آقای خب حقیقتش خاطره زیاد، حالا من یکی دو تا رو خدمتتون عرض میکنم که نباشه مثلا. نه سانسوریاشو قبلا سانسور کردم. ما بچه که بودیم دوران دبستان رو بودیم، کلاس 4 یا 5 دبستانمون وسط نیزه بود. نیزه کجا؟ بیابونای پنجتن بهش میگفتن نیزه. ما اونجا درس میخوندیم تو دبستان. بعد یک سری حالا در این عالم بچگی خواستیم فرار کنیم از مدرسه. من رفتم بالای اون در مدرسه که از اون ورم اینجوری در نشستم که پامو بذارم اونور. ما یک مستخدمی داشتیم، ایشون اباحتش از مدیر بیشتر بود. چطور؟ یعنی بیشتر از این بچه‌ها میترسیدن تا مدیر. هر کاری هم میشد مثلا ترقه مینداختن بچه‌ها، این میومد پیدا میکرد کی ترقه انداخت. بی‌انضباطی میکردن، این میومد مثلا. خب خودش با نازمی بوده. آره من بالای در که بودم مثلا عرصه‌م هم بزرگ بود، دیدم از اون ته که خونه این بنده خداه مثلا قدش هم یکم کوتاه بود، مثلا جارویی که دستش میگرفت و جارو میزد قدیما مثلا یاد یک چوب دست بیلی بود، بعد اینجوری بهش چی وصل میکردن، من جارو مثلا اینقدر از قد خودش مثلا رد میکرد. دیدم از اون دور یک جارویی داره میچرخه میاد، مثلا یاد این شوالیه‌های مثلا زمان جنگ افتادم، دیدی فیلم‌ها رو مثلا میچرخونن. داره دیدم داره میاد، من همون بالا هول کردم دیگه، مثلا قفل کردم اونجا وایستادم. دیدم این اومد با اون دسته جاروش اینجوری من میگم بیا پایین، بعد من جا خالی میدادم، بعد میگفتم باشه الان میام پایین. بعد مثلا دید با جارو نمیتونه منو بندازه، این قفل در رو باز کرد، اینجوری در میچرخون، میگفت بیا پاین. من اون بالا مثل ژله داشتم تکون میخوردم، میگفت بابا الان میام پایین دیگه، ما رو نندازی دست پا. خودم اومدم پایین دیگه. ببین یه فکر گیلاسی اون بالا میخواسته بزنه بیفتی پایین، مثلا ژله مثلا ما رو اون بالا اینجوری میچرخون. فرار کردی؟ برنامه خاصی نداشتم، نمیدونم، فقط خواستم برم. یعنی از مدرسه می‌خواستی بری؟ واقعا خیلی از کارا مثلا ما بچه‌ها میان دفتر صحبت می‌کنیم باشون، چرا فلان کار کردیم؟ میگه نمیدونم جو انجام دادم، دور هم دیگه باشیم. آره دلیل خاصی خیلی وقت کارا نداره، خب حال میده خرابکاری. یک خاطره هم که خیلی حقیقتا برام جذاب بود، ما یک اکیپی بودیم تو دوران راهنمایی، حالا سانسوری هم نیست، همیشه با هم میرفت، مثلا 15 نفر بودیم، همه هم مثلا دیگه باشگاه رفت و گلی برزید و اینا. من یک عجله داشتم، میخواستم مثلا برم قبلش کاری انجام بدم بعد برم خونه، با اتوبوس برم دیگه، پیاده نمیرفتیم. این مسیر مثلا 1 رو 20 دقیقه نمیشه پیاده میرفتیم از تو حاشیه خیابون. من رفتم این کارا رو اینجا انجام دادم، این رفیقای ما مثلا اینجا مرسه بود داشتن میرفتن. اینجا مثلا یک مکانیه به نام مثلا درمانگاه، دقیقا یادم. من اتوبوس سوار شدم، اومدم به ایستگاه درمانگاه که مثلا رسیدم، دیدم شلوغه. نگاه کردم دیدم این بچه‌های ما مثلا همه کلاس اون زمان 7م 8م بودیم، یک مثلا 2 تا جوون 22 ساله رو گرفتن، دعوای شدید دارن میزدن، مثلا 15 نفر بودن. آره منم دیگه از اتوبوس همین در که باز کرد دقیقاً مثلا اینقدر فاصله داشتیم با این دوستانی که داشتن کتک می‌خوردن. من یادم از همون بالا دورخیز کردم، پا رو اینجوری آوردم بزنم تو شکم بنده خدا، جا خالی داد، خورد تو در پراید رفت تو، مثلا اندازه رفت تو کلا دیگه قرص شد. معرفی میکنم پانده کنفو کار ورژن دوم. آره بعد عرضم به حضورتون دیگه هیچی، هم حالا به قولی زدیم هم خوردیم، تو بیشتر زدیم چون تعدادمون بیشتر بود، مثلا 20 نفر بودیم، حالا یعنی 15 تا 20 نفر به 3 نفر. آره خب اونا بزرگ بودن در عوض. بعد دیگه اینجوری متفرق شدیم به صورت گروه‌های
به قول کماندویی و سر چی بود دعوا؟ نمیدونم، من دیدم دوستان دارن دعوا میکنن، من گفتم این رفاقت هستم بزنید. پسرا اخلاقشون اینه، ببینن رفیقشون جای گیر کرده نمیپرسن قضیه چیه، میرن جلو تو دل کار بزن که زدی که خودم مثلا اشتباه زدن طرف. آره بعد از این قضیه هم 2 روز نرسه فراری بودیم، یعنی فرداش نرفتیم چون اونو بزرگ بودن حقیقتا خیلی هم اومدن و که نبودن دیگه، چون مرسه نبودن. نه روز بعدش از مرسه فرار کردیم، جات خالی رفتیم حرم و دیگه اونجا تا ظهر خوابیدیم تو حرم. یعنی حرم رفتیم؟ آره حرم رفتیم. این بچه‌های خوب بودن، خیلی پاکن، از مرسه فرار می‌کردن می‌رفتن حرم می‌خوابیدن. رفتیم 1-2 روز کارمون همین بود تا آوا از آسیاب افتاد و دیگه باز دوباره رفتیم حالت زندگی عادی. اصلا پسر کلیه مدرسه فرار می‌کردن رفته حرم، اصلا دیگه من حرف رو گفتن ندارم. بله بریم سال بعد بریم یک چیزی ببینیم بعد اصلا من حالا نگرد. اولین مدرسه هیبریدی ایران، مدرسه‌ای برای همه استعدادهای ایران. خب در خدمت آقای داری هستیم با ادامه سوال عجیب غریبی که الان داره شروع میشه کم کم. آقای داری عزیز، اگه بخوایم با یک ویژگی خاصی شما رو معرفی کنیم، اون ویژگی چیه؟ حالا ورزشی، هنری؟ نمیدونم که نویسنده هم هستی، یعنی کتاب نوشته آقای داره، 2-3 جلد کتاب نوشته حوزه آموزشی و کمک آموزشی، درسته؟ 2-3 تا بیشتر. بیشتر بگو معرفی کن اینجا. خب سال اول یه چیز دیگه بود، چه ویژگی باشه؟ ویژگی‌های اخلاقی خاص، هنر خاص، ورزش خاص. من نویسندگی تو میدونم، در این مورد برامون صحبت کن، به غیر اون ویژگی‌های دیگه هم بهمون بگو. خب حالا میخواین ابتدا شما ویژگیایی که به نظر شما، من خودم بگم که جالب نیست، درسته؟ شما بگید من حالا همونا رو بست یا شرط. الان از سوال بچه‌ها ازت میپرسم یه مدل دیگه. از استاد داره بپرسید باشگاه کجا میری، اهل مکمل هم هستی یا نه؟ ویژگی اول، خوش تیپه، لباس گشاک پوشیده، گاهی اوقات اصلا کچلوان پوشه و پیرن سفید و دیگه نگم برات. خب این مثلا یک سواله. آره یکی دیگه از بچه‌ها پرسیده یکی بپرسید یکی جواب خواستنی شدی. آره بعد حتی پرسیده در ادامه چرا گاهی فاز انقلابی برمیداری؟ خب چرا اصلا انقلابی شدی بهت نمیاد؟ این سوالی بوده که 3 تا سوال من کدوم جواب بدم؟ خب یکی بهش بفرمایید. آقا نگفت باز کن. آقا من گفتم ویژگیو بگو، نگفتم همه سوالا رو با هم بپرس که یکی باید جواب بدم. یکی بگو عزیز. ای جان من کدوم جواب بدم؟ اهل چه هنر ورزش خاصی هستی؟ من عرضم به حضور شما مشخصه. بچه که بودم از 5-6 سالگی مامانم من کلاس ژیمناستیک میذاشت و خب اونجا یک مدتی رفتیم. بعد از تقریبا 9 سالگی رفتم دفاع شخصی، یک سبک رزمی. گفتی مدتی؟ جان 3-4 سال گفتی مدتی؟ ژیمناستیک؟ گفتی از 4-5 سالگی میرفتم؟ نه 5-6 سالگی تا 1-2 سال یادم نیست، حالا کمتر یا بیشتر. بعدش که خونمونو عوض کردیم جای جدید، یه باشگاهی بود، باشگاه رزمی بود، دفاع شخصی، حالا رشته رزمیش میشد آکروفول، یک چیز حالا ترکیب تکواندو و بوکس و اینها. دیگه اونجا رفتیم و تقریبا توی 12-13 سالگی پیش استاد نمازی هم بودیم، سعید نمازی، مشکی دفاع شخصی گرفتم. ماشاءالله. بعد داره شوخی نکنیم دیگه. یک حالا مشکلی پیش اومد برای بنده، مشکل که من حقیقتا بچه بودم خیلی دوست داشتم ببینم مرگ چه جوریه یا اینا که اعدامشون میکنن چه جوریه. باشگاه اون آکروفول هم که میرفتم، حالا بچه‌ای که رزمی کار کردن باند میبندن دور دستشون، بعد دستکش دستشون میکنن. من جلوی آینه اون بودم، آینه اون مثلا این آینه یک شیشه هم اینجوری داشت، شیشه سنباده نخورده بود. بعد رفتم جلو آینه خودم رو نگاه کردم، این بانده رو چند دور سرم چرخوندم، اینجوری فشار دادم، دفعه اول دیدم چشام داره سیاه تاریکی میره، ولش کردم. یا اول بعد با خودم گفتم که مثلا بذار ببینم چی کار میشه، مثلا تهش چه اتفاقی میخواد بیفته. خواستیم بریم مهمونی هم قبلش. خب بعد دوباره گرفتم فشار دادم، چشام داره سیاه تاریکی میره، دیگه کوتاه نیومدم، بیشتر فشار دادم. بعد فقط تنها صدایی که اومد توی ذهنم یک صدای شطرق بدی بود. بعد بلند این چشامو باز کردم، دیدم مامانم بالا یعنی از تو اتاق داره بنده خدا
چی میگه؟ گریه و شیبه اینا. نه گریه داره قول میزنه این چه وضعشه، چرا همش سر صدا میکنی فلان. بعد منم دستم اینجا رو حالا اگه دقت کنید انقدر چاک خورده، الانم بخیه داره از آره ردش مشخصه. آره این مثلا انقدر دهن باز کرده بود، خیلی بد شده بود. اینجای سینم هم یک انقدری مثلا چاک خورده که اینا دیگه یادشون رفت بخیه بزنن انقدر دیگه این چاک هست. نخورده؟ چرا اینجا هم هست پایین تر سال دیگه قرار شد سانسورش کنیم. بعد مامانم داره قور میزنه، بنده خدا اومد بالا سر من. فقط تنها چیزی که یادم گفتم مامان قور نزن که مثلا حالم بده دارم بیهوش میشم. بعد نگاه کرد مامانم بنده خدا زد زیر گریه، ای وای بر من چیکار شده فلان شده اینجوری. دیگه من مامانمو دلداری میدم مامان خوب میشه گریه نکن فلانه. برعکس شده، به جای من گریه کنم یعنی مثلا انگار اونجا سرگیج رفته بود خورده تو شیشه. آره خوردم به شیشه. چطور دستم اینجوری شد؟ اون قسمت که گفتم سنباده نخورده بود. بعد حالا دیگه آدم بیهوش شدم، یک لحظه متوجه نشدم، مثل اینکه اینجوری مثلا رفتم تو شیشه. بعد همزمان هم چون با شدت وزن اومدم اینجا، هم اینجا مثلا بریده بود. آره اینجا نه، اینجا باز داستان داره. رفتم اسکیتا خواهرم از تو کمد بردارم، یه چاقو اینجوری بود نیدم، رفتم خم شدم اسکیتا رو برداشتم اومدم. چه این مصاحبه دردناکه همینجا درد گرفت. بعد اونم نیدم دیگه، مادر بزرگم فهمید دقیقتش که این اتفاق افتاد. رفته تو ندیدی؟ واقعا نیدم، نفهمیدم. سر چی شد آقا داری؟ من تا حالا از این زاویه اینور واقعا داره نگاه نکردم. الان باره ابروش برآمدگیه. آره علتی اینه که من اینور نشستم همین بود. این قسمتو حقیقتا من خواهرم زده زمانی که قنداقی بودم. یا علی. آره خواهرم یه سال از من بزرگتر بود دیگه، خواهر بزرگتر دارم. داشته گریه میکرد و مامانم مثلا منو قنداق کرده اینجا گذاشته، خواهرم هم که اینجا بوده مثلا داشته با پاش بالا پایین گریه میکرده میزده. یهویی اونجوری آره بعد اما این که پاش رفته بالا دیگه اومده صاف خورده همینجا. بعد دیگه این از اون بچگی استخونه باد کرده و مامانم دیگه دلش نیومده فشار بده این بره داخل. دیگه یکم فشار دادم دیدم ضعف کرد. آره اینجوری میاد بالا بزرگ میشه همونجوری بود دیگه. بعد گفت دلم نیومد بیشتر از اون فشار بدم که مثلا دیدم ضعف کردی. گفتم خب مادر جان الان داری نتیجهشو میبینی دیگه. بعد اینم یعنی از اون بچگیه که خیلی ها میگن آخه داره چی شده، مثلا تو مسابقه بودی نمیدونم ورزش بودی کسی ضربه زده دعوا کردی. من بوکسم میرفتم داشتم سیر ورزشا رو بهتون میگفتم. همون میگم مادران گرانقدر نتیجه اخلاقی. اگه بچه کوچیک داری دم دست بچه بزرگتر نذاری. نتیجه دوم اخلاقی، اگه ضربه به جایش خورد اومد بالا با مش بکوبیم بره تو. اینجوری میشه. بکوبم بدتر میشه، فشار بزن. فشار میزنید. آره. بعد نکته اخلاقی سوم برش کن منشوریه دیگه. آره. بعد دیگه دفاع شخصی رفتم آقا، خلاصه دستم اینجوری شد و یک سالی از ورزش دور بودم. بوکسم دفاع شخصی که این کردی بوکس رو چیکار کردی؟ آره بعد یک سالی اینجوری بود و حقیقتش دیگه نتونستم. کم کم بعد از یک سال دیگه رفتم باشگاه کشتی و 3 سال کشتی حرفه‌ای رو ادامه دادم. بعد مثلا دوم استانی آوردم و یک سری مقامایی و از دفاع شخصی رفتی کشتی. آره چون دیگه نمیتونستم دستم، الان مشت میشه ولی اون زمان مثلا مشت نمیشد. رفتم کشتی و دیگه 3 سالی اون ور بودم و میگم حالا کوه میرفتیم و یکم حرفه‌ای کار میکردیم. من هر روز یعنی از مدرسه زودتر یا فرار میکردم. آره فرار میکردم و چندین بار گفتا حالا اگر در طول مدرسه احتیاج به هواخوری خارج از محیط مدرسه حالا اینو بهتون میگم ادامهش ندارم من میپره. عرضم به حضورت که دیگه مسئولین مدرسه با ما راه اومده بودن، یعنی مثلا من ساعت 5 تعطیل میشد منو 4 مثلا میگفتن تو بیا برو. آره گفتم خودت بیا برو دیگه. مثلا بنده خدا مامانم اومد امضا داد که بذارین بریم، امضا مسئولیتش با من دیگه، اونا هم از خدا خواسته. نه این فراره تو راهنمایی بود، اون دبستان بود که اینجا قصد ریلکس در راه می‌کردی میرفتی خیلی با کلاس. اینجا آره دیگه اوپن تر بود تا اونجا دیگه تو نمیشدم اون پشتش مثلا باز یک حرکتایی میشد بزنیم. بعد دیگه هیچ دیگه 3 سال هم رفتیم کشتی و باز تو کشتی هم بین مهره 2 3 یا 3 و 4 مثلا اندازه نصف بند انگشت فاصله افتاد که اونم دیگه باز مجبور شدم بذارم کنار. و شیفت بعد از کشتی ما خب من خیلی کشتی حرفه‌ای ادامه دادم. یعنی من یادم حسن یزدانی اون موقع مثلا بچه بودیم دیگه، تازه 20 سال بود، مثلا 2 3 سال از الان من کوچیک‌تر بود. تازه مثلا هادی عامل داشت میگه بابا در آینده از حرفای زیادی خواهی شنید و نمیدونم فلان، که واقعا هم اعجوبه ایه ها. واقعا اصلا یکی از افتخارات کشورمون هست. و من مثلا حالا صبح
تا شب که مسابقات جام تختی بود اگه اشتباه نکنم، صبح تا ظهر مسابقات بود، یه 2 ساعت استراحت دادن، با ساعت مثلا 4 شروع میشد. من رفتم یه دوری زدم، مثلا صبح که بودم ظهر اومدم 3:30 دیدم مامورا مثلا جلو در گرفتن که نریم داخل. من از اون لای دست و پا انداختم رفتم تو. شانس ما مثلا من رسیدم توی سالن، دیدم حسن رضایی مثلا 10 متر با من فاصله داره، من بالا سکو بودم، ایشون مثلا اون پایین بود. حالا سالن فکر کنم کبدی هم بود توی سمت ورزشگاه امام رضایی دیگه. حالا دوستان چهارراه خیام. آره چهارراه خیام، مجموعه شهید بهشت کار کرد. آره بعد دیگه مثلا بنده خدا انقدر آدم خاکی بود، یعنی باید بگه آدم دیگه انقدر واقعا پهلوون حسن یزدانی، انقدر پهلوون بود تو همون سن 20 سالگیش، خدا وکیلی. من اینجا وایستادم، این دقیقاً اومد این مثلا رو وایستاد که مثلا من برم باهاش مثلا میخوام عکسی چیزی بگیرم، به غرور نوجوانیم بر نخوره که مثلا دنبال این آقا بدوم. من انقدر اون زمان به خودم اعتماد داشتم، انقدر کشتی و حرفه‌ای انجام میدادم، یعنی من هر روز تمرین میکردم بدون تغذیه مناسب و فلان، هر روز تمرین میکردم، به خاطر همین کمرم ضرب خورد. انقدر به خودم اعتماد داشتم گفتم من 4 سال دیگه قراره به جای ایشون برم تو المپیک. سر جام نشستم، رومو کردم اونور، باهاش عکس نگرفتم. ولی اینم همیشه آره تاکید قرار میگیره. این کلا اینجوری بگم از عکس گرفتن خوشم نمیاد، هر کی میخواد باشه. عکسی ازش دارم اصلا نگم. یعنی تمام این آقا تو کار خودت انقدر خوب بشو که لازم نباشه با بقیه عکس بگیری یا با از این عکس در شنگام داشتیم پارسال از من گرفتی. حالا اون رفاقتی ها فرق میکنه تا اینکه یک نفر به خاطر همین تو گفت قشنگم میخوام ببرم عکس برداشت خودش بود و خلاصه اینجوری کمرم ضرب خورد و متاسفانه نتونستم ادامه بدم. یه سالی هم خیلی حالم بد بود، افسردگی گرفته بودم و کلی بالا پایین و اینجور چیزا دیگه. شیفت بعد ما چون وشو بود، رشته ساندا، چون وشو 2 تا چیز داره، یک رشته تالو که حرکات نمایشیه، یک رشته ساندا که مبارزه رینگی بهش میگن اصطلاحاً، مبارزه داخل قفس، در واقع بوکسه. آره کامل تره، یعنی کیک بوکس و کشتی رو شما با هم مخلوط کنید میشه وشو، رشته ساندا. دیگه 2 سالی هم وشو رفتم تا رسید به دوران کنکور و دیگه نرسیدم حقیقتش برم دیگه، گفتم درس خیلی وقتمو میگرفت تا رسید مثلا به سن 20 سالگی. 20 سالگی به بعدم تا 21-2 مثلا زیاد سمت ورزش نرفتم، ولی چون از بچگی ورزش کرده بودم اون چارچوب کلی بدنو داشتم، مثلا نه خیلی چاق بودم نه مثلا ورزشکاری بود، هیکل چیز آره نرمالی بود، نه چاق نه لاغر. آره و دیگه الان تقریبا 1.5 سال هستش که چون دیگه وقت نمی‌کنم مثلا تایم ثابت برم باشگاه رزمی، چون رزمی مثلا تایم ثابت میگه 6 تا 7 روزای ظهر. دیگه بدنسازی رو الان 1 سال 1.5 سال دارم میرم مکملم. کلا از ابتدای طول ورزشیم تا الان 3 سال پیش یک مکمل گرفتم کراتین، نصف خوردمش زیر نظر مربی. الانم یک ماهی هست که یه مکمل گرفتم که هنوز نصف بیشترش مونده، یعنی زیاد اهل مکمل نیستم، اونم چون مربی. اون کراتین اولی ما دوران کشتی بوده دیگه. کراتین اولیه نه، اونم میگم یک بازه زمانی 1 ماهی رفتم بدنسازی دیگه نرفتم، باز ولش کردم. اینم از بحث ورزشی و دوستان گفتم مکمل. مسئله کتاب تو برام میگین؟ کتاب حقیقتش حالا کجا باشگاه میره اول بگو نگفتی. باشگاه که جا خونمون همون سمت آره درسی. و الان 1 ماهی بود که میرفتم سمت قاسم آباد، چون زیر نظر مربی گفتم چند وقتی برم که الان رمضون شد و دیگه فعلا با سمت قاسم آباد نمیتونم برم، میرم سمت خونمون و دیگه باشگاه همون جای دیگه. خب از کتابا برامون بگو. کتاب حقیقتش ما عربی 10م 11م 12م تالیف کردیم، عربی 7م 8م زیاد مبحثی نداره، تنها تالیف کردم. حالا شاید بعضی از جا دوستان از اسم ما استفاده کردن و اسم ما رو هم نزدن، کاری ندارم، تنها تالیف کردم. 7م 8م که مطلب خاصی نداره، نمیشه ادعا کرد که اصلا فکر کنیم ما 8م 7م تالیف نکردیم. 9م همین امسال 9مش اومد بیرون و خدا رو شکر بچه‌ها راضی بودن. یعنی اسمش چیه؟ به نام ابتدا کافه عربی بود. اینم بهتون بگم اون خیلی ها از ما بقولی کپی برداری میکنن محترمانش. مثلا ما یک کافه عربی زدیم 3 سال پیش، بعدش دیدیم انواع کافه اومد، کافه شیمی، نمیدونم کافه زبان، کافه فلان، دیگه کم کم مونده بود کافه ورزش بیاد دیگه این مثلا. بعد دیگه دیدیم یه مقداری همه گیر شد و دیدیم اسمی انتخاب کنیم که مثلا
بهتر باشه و به تممونم بخوره و کلی فلسفه هم پشتشه گذاشتیم تیک تاک عربی. حالا علتش هم تو خود مقدمه کتاب به بچه‌ها توضیح دادم که آقا این ساعتی که داره میگرده خب شاید 10 تا عقربه ریز مثلا اون به قولی اسمشو نمیدونم عقربه چی اون چرخگردون‌ها که چرخ دنده ها میچرخه اینا همشون باید کامل درست کار کنه که این ساعت من درست بچرخه اشتباه نداشته باشه. عربی هم همینجوری، یعنی شما تو نکات پایه رو ندونید، نکات پایه رو میشه به اون ریزدنده ها تشبیه کرد که اگر بخواد عربیت خوب باشه باید اون ریزدنده ها خوب باشه، یعنی نکات پایه رو بلد باشی. به همین علت گذاشتیم تیک تاک عربی و خب منتظر هستیم با سال بعد انواع تیک تاک ها بیاد بیرون دیگه. حالا تیکی تاک ها که از توش اومد بیرون، حالا نمیدونم دوستانی رو میدونستن یا نه، تو 1.5 سال پیش تیک تاک عربی رو دادن بیرون، حالا نمیدونم تیکی تاک ها کی اومده. آره خب بعد این ثبت شده توی فیبا یا نه؟ ثبت نمیشه میدونی، یعنی ثبت کردن شرکت که نیست مثلا بخوای ثبت کنی. بعد یک جوری هم هست شما اسمو مثلا میتونی کتابو به نام خود بزنی، نمیتونی کار کنی دیگه، کسی با اون اسم مثلا کتاب نزنه، متوجه؟ مگه اینکه شرکت باشه یا مثلا انتشارات بزرگی مثل گاج یا قلمچی که دیگه اینا شرکتن دیگه عملاً به نام خودشون ثبت کردن اینجوری. و اینم از کتابا هم حقیقتش حالا دوستانی که میشناسن منو یا پیجو دارن میدونن من خیلی از مواقع مثلا تا 4 صبح 5 صبح بعضی روزا مثلا 12 شب تا مثلا 10 صبح من درگیر تالیف کتاب بودم، چون کتابا گلچین شده و به قولی اون نکات نقض همه نکات خوب و خوش همه کتاباییه که یعنی این کتاب تقریبا 10 تا کتاب من خوندم توی همین حوزه. مثلا یک درس می‌خواستم بنویسم 10 تا کتاب مثلا گاج و نشرگو و قلمچی و مهرما همه اینا ویدیوهای اساتید برتر عربی رو میدیدم که آقا کدوم روش داره بهتر میگه. فکری داری که رسمیش بکنی کتاب تو که دیگه حالا این دزدی نام یا این اتفاقات براش پیش نیاد؟ حقیقتا تو ذهنم هست، یک مقداری هم دنبالش رو گرفتم ولی تهش به این رسیدم، یعنی چند نفر پرسیدم گفتن هیچ کاری نمیشه کرد. تهش اینو بگم من زودتر دادم بیرون دیگه، پس مثلا من سال مگه یه شرکت بیاد پشت، مگه اینکه به قول شما شرکت بیاد پشت که حالا پشت که با امید اون روزی که خود شهریار ایران شرکتی یا گروهی یا بالاخره طرحی داشته باشه برای ثبت کتاب‌های درسی یا جزوه‌های برجسته اساتید خودش. اسم عقربه کوچک ساعت هم باتون بود که گفتین. آره و معمولا حالا نوازنده ازش استفاده میکنن یا قاعدت این دونده ها در اصل ازش استفاده میکردن، بعد حالا به عنوان ثانیه شمار ازش استفاده شد. خدا این بحث تموم بشه بعد این سراغیم. سوال بچه جالب بود، گفتن چرا انقدر خوش تیپی است؟ که خوش تیپ شدی؟ آره بچه‌ها لطف دارن چشاشون قطعا. یا مثلا چرا فاز انقلابی برمی‌داری؟ خوش تیپ میبینه. فاز انقلابی هم حالا من توصیه به همه بچه‌ها میکنم اینو از من یادگاری داشته باشن. آقا کاری که فکر کردی روش تحقیق کردی بدون تعصب و رسیدی که آقا اون کار درسته برو سراغش. اگر همه بر علیه حرف. آره یک جمله شهید آوینی داره میگه آموخته ایم که اصلح را انتخاب کنیم، آموخته ایم که درست را انتخاب کنیم حتی اگر 72 نفر باشیم. یعنی این درس ما از عاشورا گرفتیم که آقا مهم نیست تعدادمون کم باشه زیاد باشه، کاری که میدونی درسته رو انجام بده. چرا؟ چون خدا اون کارو به قولی دستور داده بهش دیگه و خدا هم حالا یک حدیث حالا یا از امام حسین یا از امام علی دقیق تو ذهنم نیست که میگن که آقا اگر بنده من به خاطر بنده های دیگه یک کاری رو انجام بده من اونو به همون بنده ها واگذارش میکنم و اگر به خاطر من اون کار رو انجام بده خودم همه خواستهاش رو براش برآورده میکنم یا اگر اون نشد بهترش رو بهش میدم. حتی آیه قرآن دیگه اعطیتک کما ترید و آنچه که میخوای به تو میدهم. کلا من ادعا ندارم که آقا با خدا زندگی میکنم و نه، اصلا نه ادعای انقلابی دارم نه ادعای دینی بودن دارم. همون آدم تلاشش رو انجام بده خدا خیلی مهربون تر از این حرف هست و مددش رو میرسونه. یعنی حتی تو خود همین بحث تدریس خیلی از جا خیلی خواستن زیر پای ما رو خالی کنن، خیلی خواستن به قولی حالا ولی بچه‌ها بچه‌ها که خیلی من یعنی دل به دلیه که میگن راه داره. من واقعا بچه‌ها رو اینو داداش کوچیک‌ترم میبینم، حالا بدون مبالغه. اینجوری حتی میتونم یه قاعده‌ای بیشتر از اینکه یک تسهیلگر یا معلم باشه یک تسهیلگر منتور هست. شما تعریفی که برای منتور داشتین برادر بزرگتر بود دیگه. من به واقع خیلی وقت تو رفتارهای ایشون دیدم یه خاطره خوب یه خاطره بد اگه تو این ایام تدریست بخوای برای ما تعریف بکنی.
حالا چه تو شهریار چه خارج از شهریار، اون مجموعی که به قول معروف فعالیت داشتید یا دارید در حاشیه شهر، اون خاطره چیه؟ یه خوب یه بد. حقیقتش خاطره خوب که همه خاطره خوبه قطعا، خاطره بدم شاید اون لحظه ناراحت بشم، ولی الان مثلا بعدش که بهش فکر میکنی میبینی نه یک فرایندی بوده باید طی میشده، اون لحظه بدت میومده ولی بعدش میفهمی که برات خوب بوده، پس حکم خاطره بد رو شاید برای من نداشته باشه یا شاید هم الان تو ذهنم مثلا همچین چیزی نباشه. عرضم به حضورتون که خاطره خوب مثلا میخوام خاطره حالا فان بگم یه مقداری بچه‌ها بخندن. ما سال اولی که دور اول شهریار تأسیس شد به ما یک کلاس بازی دادن، گفتن آقا این شما و این کلاس مثلا برو با بچه‌ها بازی کن، حالا مثلا دبیر عربی و بازی چی مثلا اوتلو به ما دادن یک چند تا نقد بیا برو باشون بازی کن. گفتم ما با اینا بازی کنیم با بچه‌ها بازی کنیم چیکار کنیم؟ خدای کافه بازیمون 60 تا بازی داشت پارسال. حالا کار ندارم، من 2 هفته پیش که کافه بازی رو دوباره تحویل گرفتم و کافه کتاب در ازم راه افتاد، حتما بعد استفاده بکنین. کلا 60 تا بازی شده بود 32 تا بازی، ولی خب روز اول 60 تا بازی داشت. آره بعد یک تعداد بازی به ما دادن بیا برو باهاشون بازی کن. حالا منم حقیقتا تیپ زده بودم کت شلوار و پیرهن سفید و بعد مثلا بریم اونجا بچه‌ها بیایم با هم دیگه بازی کنیم. مثلا اولی که رفتم من بچه‌ها ساکت بودن، او مثلا چه جوریه مثلا بیرون اومده مثلا از حراستی چیزی، قیافم خیلی جدی بود. کت شلوار مشکی لباس سفید نه لباسم سفید لباسم مشکی بود الان یادم اومد. آره اصلا یک دست مشکی کفشام مشکی مثلا ساقدار یک چیز مثلا فکر کردی از حراست مثلا فلان اومده که گیر بده. همه اول کوب کردن ساکت و بعد مقداری باشون بازی کردیم. اومدم مثلا به اینا اصطلاحا یه مقداری سفت بزنم، گفتم آقا 3 که گفتم همه دست به سینه میشینن، 1 2 3 رو گفتم دیدم همه اینجوری، یه نفر اینجوری به جام خودم سید همینجوری نشسته داره من رو نگاه میکنه. عالی بود. گفتم به تو یاد ندادن دست به سینه؟ گفت آقا به خدا دستان به سینه‌مه دیگه. گفتم نه عزیزم اینجوری بشین. بعد من اومدم بیرون از کلاس، تازه بعد از نیم ساعت فهمیدم ایسکا منو گرفته بود نیم وجبی به جان خودم. یعنی اصلا هنوز هم از تو شهریار حقیقتا قیافش یادم نیست دیگه بود الان شانس آوردی اگه داری ویدیو رو میبینی نمیدونم چی بود فقط آره میدونم گفتم دست به سینه وجودی نشسته. بعد تازه بعدش فهمیدم که آقا این مثلا به قولی ایستگاه ما رو گرفته بنده خدا. خاطر بعدم حقیقتش میگم شاید اون لحظه برام سخت بوده باشه، بعدش دیدم نه اصلا یک مسیر که باید طی بشه. تو ذهنم واقعا خاطره بدی نیست، یعنی همش خوبه کلا بحث. حالا شما مثلا میدونی این حس چیه، مثلا بزرگتران میدونن. آره. حس خوبی و بچه‌ها بودن، مثلا هرچی پایه مثلا پایین تر باشه پاکتر آره اصلا انرژی مثبتی داره حقیقتش. و میگم مثلا بچه‌ها که مثل داداش کوچیک‌تر منن دیگه و خیلی دوستشون داریم، برای همون واقعا خاطره بدی شاید الان حتی به ذهنم نرسه که بخوام بریم یک میان برنامه کوچیک ببینیم، یه نفسی تازه کنیم، به هر کدوم در خدمت آقا داری هستی و بقیه سوال شما هست. خب یه سری واژه من میگم، یه سری کلمه، اولین جمله یا باز کلمه مکملی که به ذهنت رسید شما بگو برای ما. بدون فکر یا با فکر؟ دیگه اولین چیزی که به ذهنت میرسه دیگه خیلی نمی‌خواد کلمه جمله فلسفی آره از گوته. خب جمله یا کلمه با خودته. آره مثلا من میگم دارایی خوشتیپ، ای بابا فقط میگم داره میگه یک استاد بی‌نظیر پای کار بچه‌ها، بعد بسی مثلا دارایی یک آدم اذیت کنه مثلا لوف کشه جان یه آدم بوق بذارم اینجا شد. خب شهریار نردبان سکوی پرتاب هیبریدی جامع و کامل آقای چمنی عشق زیر شلواری گشاد توت فرنگی صورتی مشهد امام رضا عید نوروز عید نوروز نوروز. ما یک دوستی داریم فامیلش نوروزیه، بعد ما نوروزی صداش میکنیم. نوروز هم یک نوع بیماری که عربی
عربی سال قشنگ دنبال واژه‌اش بگردم که دقیقا بیاد. سریع بگیر دیگه. سریع میگم همون چیزی که در بدای به ذهن جامع و کامل مثلا. جامع و کامل. آره دنبال یک واژه اصلا مترادف بودم یه تکراری نگم. عروسک باربی. عروسک باربی اون طلایی مثل اون موقع تاییدی که خودم باربی هم یادتونه که برای استفاده خواهد. است. نه گفتم که هیکل باربی گفتی آره. گفتم آره؟ آره سندش موجوده. خودزنی خب اگه کردم. آقای داره عزیز شما جای وزیر آموزش پرورش بودی خب یا مثلا یه روز بتونی در جایگاه قرار بگیری اولین کاری که میکنی چیه؟ چیکار میکنی؟ سوال جالبیه و خب چیزی هم نیست که آدم بخواد توی 2-3 دقیقه بگه. نمیدونم حقیقتا اون کاری که همه داشتی میکنن در جایگاه اختلاسی میکنه به قولی دنبال کارم. سیاسی شد. بریم سراغ یکی از سوالای بچه‌ها. پرسیدن که از آقای داره بپرسید چرا پس داماد نمیشید؟ آخه چی کم داری دیگه الان؟ چی کارته؟ مسئولین واقعا رسیدگی کنن. آها یعنی ما کشتمولی سوال پرسیدنتون سوال اصلا سمی ادبی اسیده. حقیقتا خب چی بگم ما رفیقی داشتیم با بزرگ مثلا 90 سالش بود این دیگه زن نمیگرفت مثلا چند تا زن گرفته بود کشته بود نه که بکشه یعنی مرده بودن یعنی زنده بود. آره بعد رفیقش گفت بابا جان چند تا زن گرفتی خب دوباره هم بگیر دیگه. با بزرگ جواب داد تمایلش هست ولی توانش نیست. رجی و جریان ما اینجوری تمایلش هست ولی از اونجایی که من یک مادر به شدت مأخوذ به حیا و خجالتی دارم ایشون جالبیش میدونی چیه؟ به من میگه که پسرم برو انتخاب کن ما برات میریم خواستگاری. آقایون مسئولین واقعا رسیدگی کنن. من به مادر میگم خب مادر جان من کجا برم پیدا کنم؟ تو خیابون تو پارک چی جوری شما باید بری بگردی؟ میگه نه دیگه خودت برو پیدا کن مثلا ما بیایم خواستگاری. من بهشون مثلا مادر که میگم برو پیدا کن مخالف ازدواجن. نه ایشون واقعا پیگیره ولی یه مقداری میگم چون خجالتی ان. آقا بسم الله الرحمن الرحیم. اولیه گرانقدری که این تصویر رو میبینن بنده آسینه‌مو دادم بالا زدم بالا. برای آقای دارایی اگر تو خانواده دختر خوبی کیس مناسب خلاصه دارید حتما اطلاع بدید. من آیدی اینجا و شماره مادر آقای دارایی رو می‌نویسم بهشون پیام بدید حتما و خلاصه وقتی فامیل شدید آقا خودش رسما اعلام میکنه دیگه از این بالاتر. البته یه بار یک بنده خدایی شما هم خوبی هستی جان چی؟ شما خب به عنوان حالا حسن ختام برنامه مصاحبه امروز اگر بخوایم یه قولی از آقای داری عزیز بگیریم برای بچه‌ها چون دوستا از اساتید قولایی دادن اینجا که اصلا بی‌نظیر بود اگه انشالله عملی بشه. ما هم در گروه فانیران یعنی من در کنار بچه‌هایی که سردمدار فانیران هستن حتما پیگیر این قضیه خواهیم بود که قولا در واقع به ثمر برسه. اگه یه قولی بخواید بدید یا یه جمله‌ای بخواید هدیه بدین در آغاز سالنامه بچه‌های گل شهریه و مخاطبین ما چه خانواده چه بقیه دوستانی که دارن این ویدیو رو می‌بینن در آپارات در یوتیوب در کانال خود فانیران در اینستاگرام اون یه جمله یا اون یه قول چیه؟ بعد به علیتون استفاده میشه. یه جمله هدیه بگیم خب این یک سخن یک قول بدیم هر دو رو انجام میدیم. هر دو رو انجام بدیم. افتخار آقا دارایی خدا وکیلی. خدا وکیلی الله. 2 تا آیه از قرآن میگم ابتدا عربی بعد معناشو میگم. بله. حتی یکیش حدیث اشتباه شد و یکیش آیه قرآن. حدیث میگه من کان لله کان الله له. هر کس برای خدا باشه خدا هم برای همونه. این ته رفاقت با خدا. و یک آیه دیگه هم داریم که چند بار حالا با شکل‌های مختلف تکرار شده ترزق من تشاء به غیر حساب. به هر کسی که بخواد بدون حساب کتاب میده. حالا اینکه بدون حساب کتاب خداوند روزید میده نه اینکه همینجوری بهت بدن. این 2 تا 4 تا خدا و 2 تا 4 تا من و شما فرق میکنه که پرسیدین بعضی از بچه‌ها میگن چرا اینجوری. با بالایی ببندین خیلی سود میکنید. یعنی خدا حدیث قدسیه دیگه میگه آقا قسم به عزت و جلالم بنده‌ای که به غیر از من امید داشته باشه از همون کسی که بهش امید داره امیدشو ناامید میکنم. خیلی قشنگه. این هدیه از ما به شما دوستان عزیز و نمیدونم حالا دوستان دیگه چه قولی دادن. خیلی خوب خیلی خوب. ولی ما به قولی با همین بچه‌های حاشیه شهر سالانه عید قدیر رو ما اطعام میدیم یعنی اطعام عمومی داریم. مثلا پارسال هولوش 400 تا ساندویچ سالاد الویه با همت خود هم دوستان یعنی این
10,000 تومان آوردیم، 20,000 تومان، همینجوری کم کم جمع شد و یه مبلغی هم حالا از خیر جمع کردیم و عید قدیر ما حالا تو سطح شهر پخش کردیم، چون عید قدیر خیلی تاکید شده که اطعام کنید حتما مؤمنین رو، به شدت عید مهمیه و ولایت آغاز ولایت میشه گفت اما حضرت علی علیه السلام هست که ایشون بزرگترین عید عملا ما شیعیان حتما همینطوره و خب دیگه امام علیه دیگه، هر کاری هم کنیم براش کمه. این قول حالا ما میدیم که عکساش هم برای آقا سید بزرگوار بفرستیم و اطعام که میکنید ثوابش هدیه میکنید بچهای شهری‌ها یا مخاطبین این برنامه؟ مؤمنین اول مؤمنات، مسلمین اول مسلمات. حالا نگاه نمیگه مخاطبین شما، حالا بعداً بگو اضافه کن. خب بچه‌هایی که دارن نگاه میکنن هم مؤمنن هم مسلمان هم انسانن دیگه. اگر این اتفاق خوب اگر که نخواست بیفته، بچه‌ای که پای کار بودن ازشون استفاده کن ان شاء الله. چشم. من بچه شهری‌ها رو هم دخیل کن تو اینا هم دخیل. چشم، باعث افتخاره که در معیت دوستان باشیم و از حضورشون حتما بتونیم استفاده کنیم. یه جمله پایانی بگو. جمله پایانی صدق الله العلی العظیم. مرسی، ممنون. خیلی لطف کردی از اینکه تشریف آوردید. ممنون. باعث افتخار بود. تحمل کردید. سلامت باشی. خیلی ممنون از شما مخاطبین عزیز که ما رو همراهی کردید. امیدوارم که استفاده برده باشید از این مصاحبه تا برنامه بعد. یا علی. خدا نگهدار.